آقا باز هم میخواهی ممکن است؟ خب درود به همگی، من امیر بختیاری ام. اینجا هم چنل خودتون یعنی انیمه شفه. امروز میخوایم با هم غذای مورد علاقه گارفیلد یعنی لازانیا بولونز با سس بشامل درست کنیم. 2 کاپ آردو میریزیم روی میز کارمون، توش هم با همون کاپ خالی میکنیم، یه جوری مثل کوه آتش فشانی بشه. 6 تا زرده تخم مرغ و یه دونه تخم مرغ کامل یعنی با سفیده رو توش میریزیم، خوب هم میزنیم. به این مرحله که رسید با دست هم میزنیم. به یه بافت یک دستی که رسید یه بنده انگشت کره بهش اضافه میکنیم، بازم هم میزنیم، میذاریمش کنار تا استراحت کنه. هویج، کرفس و پیاز و نگینی باید خورد کنیم. تخته‌کاری هم همه رو همزمان انجام میدیم که دیگه راحت باشیم و کنار دستمون باشه، دونه دونه هی نزنیم. همه رو انجام میدیم، میذاریم کنار و شروع میکنیم به تفت دادنشون. با پیاز شروع میکنیم. یه ذره بوش که بلند شد هویج رو اضافه میکنیم، چون یکم سفته باید خب تو مرحله اول اضافه بشه. تو مرحله آخر هم ساقه کرفس نگینی شدهمون اضافه میکنیم. تفت که خورد یه بچه زرچوبم که خوراک ذائقه ایرانیه اضافه میکنیم، این هم میره کنار. بدون روغن گوشتا رو تفت میدیم تا کامل خشک بشن. سعی کنید یه قطره آبم توش نمونه، یعنی حتی اگه بچسبه به وک خیلی اوکی تره تا این که آب توش باشه. کامل که خشک شد سبزیجات رو اضافه میکنیم بهش. یه قاشق رب با متریال تفت میدیم. من از کنسرو گوجه استفاده میکنم که تایم ویدیو طولانی نشه، ولی شما میتونید خودتون گوجه رو برانچ کنید یا از رب با آب و این چیزا هم استفاده کنید. فلفل سیاه و نمک و آبیشن هم بهش میزنیم. یه کاپ شیر، یه کاپ خامه هم میزنیم. یه دست که شد یه شاخه ریحون رو پرپر میکنیم توش، میذاریمش کنار رو شعله خیلی کم، به قول معروف جا بیفته. میریم سراغ بشاملمون. تو کره آب شده آرد الک میکنیم. آروم این کار رو انجام بدید که اینجوری گوله گوله نباید بشه. موردی نره. شیر و خامتون رو اضافه کنید، با همون الک صافش میکنیم، یعنی از الک ردش میکنیم. دوباره فلفل سیاه، نمک، آبیشن، پنیر پارمزان. سسمون حاضر، میذاریمش کنار. میریم سراغ خمیر استراحت کردن. چونه رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و با وردنه شروع میکنیم باز کردنش. اون جایی که احساس میکنید کلوفتره خمیر، یه کوچولو فشار بیشتر کنید. لبای خمیرم با وردنه بزنید مسلما صاف در نمیاد، چون حالا با چاقو یا قلتک یا هر چی که داریم صافش میکنیم. آبمون که جوش اومد خمیرا رو 3 دقیقه توش میپزیم. بعد از پختم درجا میرم تو ظرف آب و یخ که بافتشون خراب نشه یا از هم جدا نشه. 1 دقیقه هم اونجا میمونن، بعد میرن روی پارچه خشک پهن میشن. خمیرا آماده شد. کف قالبمون رو با کره چرب میکنیم که لازانیامون هم راحت جدا شه هم خوشمزه تر شه، یعنی توش سرخ شه. لایه اول خمیر، بعدی راگو بولونز، یه لایه بشامل هم رو سطحش پهن میکنیم. پنیر پارمزان، پنیر پیتزا هم روش من میزنم، شما میتونید از یکی از این پنیرها استفاده کنید. بقیه لایه هم به همون ترتیب میایم تا بالای قالبمون. با فویل آلومینیومی روش رو میپوشونیم. میره 45 دقیقه تو دمای 180 درجه. مرحله آخر پختم فویل رو باز میکنیم، روش یه لایه دیگه پنیر میریزیم. دوباره میره 3-4 دقیقه فقط اینکه سطحش یه ذره خشک شه، پنیرمون آب شه، طلایی بشه. خب لازانیامون حاضره. شما میتونید با پارمزان ریحون حالا گارنیشش کنید یا هر جوری که دوست دارید و نوش جان کنید. موفق و پیروز بشید. طعمش به هیچ چیز که تاکنون میل کرده این نمیماند. میریم سراغ سس بشامل و بولونزمون.